بریم سراغ موضوع معاملات خودکار یا همون ترید خودکار توی بازار فارکس. این ویدیو از مقاله که تو وبسایت alpariforexpo.com منتشر شده به نوعی برگرفته شده و اینکه لینک مقاله رو توی دیسکریپشن این ویدیو میذارم، میتونید نگاش کنید. یه مقدار بریم سراغ اینکه ببینیم مثلا توی این ویدیو قرار درباره چه موضوعی صحبت کنیم، اینکه معاملات خودکار دقیقاً چی هستن، چرا به ربات‌ها باید اعتماد کنیم و اینکه اصلا خودمون چه شکلی میتونیم ازشون استفاده کنیم. آیا بروکر آلپاری به ما این امکانو میده که از ترید خودکار بهره ببریم و میبینیم که حالا چه پلتفرمایی رو داره استفاده میکنه آلپاری و یا توی اون پلتفرم آیا میشه استفاده کرد. و نکته بعدی چالش‌ها و دردسرهای رباتیک کردن فرایند ترید و در آخر هم قدم به قدم راهنمایی میکنیم شما رو تا اولین معامله خودکار. خب بریم سراغ خود مطلب که از روی خود مقاله شروع کنیم، ببینیم درباره چه موضوعاتی صحبت شده. و خب میگه که شما مثل خیلی تریدرها خب ساعتهای زیادی رو پای چارت هستید، استرس شدیدی دارید، قیمت‌ها بالا پایین میشن و تمرکزم سخته روی چندین موضوع بخواید متمرکز بمونید و ترید رباتیک به شما این کمک میکنه حالا این استرس کم بشه، یه مقدار از این وظایف رو گردن میگیره که شما بتونید روی موضوعات مهمتری خودتون متمرکز باشید. این سراغ این که اصلا معامله خودکار کلاً چی هستش و خب اینجا به زبان ساده توضیح دادیم که معامله خودکار به استفاده از نرم افزار یا برنامه‌های کامپیوتری گفته میشه که میتونن به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم شما معاملات رو توی بازار فارکس انجام بدن. و نرم افزارها هم که معمولا به عنوان ربات معامله‌گر شناخته میشن، بر اساس یه سری قوانین و الگوریتمایی که شما خودتون از پیش تعیین کردید عمل میکنن واسهتون. و نکته بعد این که فرض کنید شما یه استراتژی معاملاتی دارید که بر اساس تقاطع دو تا میانگین متحرک کار میکنه تو روش سنتی. خب خودتون این نمودار رو زیر نظر میگیرید و با ربات حالا میاد و بهش این الگوریتم رو میدید و میگید که آقا زمانی که این اتفاق افتاد شما یک پوزیشنی رو در این جهت باز کن با فلان استاپ لاس و فلان تیک پروفیت. و اینکه چرا باید به ربات‌ها اطمینان کنیم، اینکه خب ما انسانی خطا میکنیم، ممکن چشمت حالا توی چارت متوجه یک الگویی نشه و فرق هم نمیکنه چه مبتدی باشی چه حرفه‌ای میتونه به کمکت بیاد. یکی از بحث‌ها این هستش که ترس و طمع و روانشناسی ترید خیلی موضوع مهمیه و ما رو به دام میندازه و ربات‌ها خب اینجا هستن که جلوی این خطاها رو بگیرن تا حد زیادی. و مزیت دیگرش هم اینه که به خواب نیاز نداره احتمالاً و میتونید که 24 ساعته برای در نظر گرفتن بازار ازش استفاده کنید. و امکان بک تستینگ هم هستش، یعنی استراتژی خودتون رو حالا هم روی تاریخ گذشته بازار ببینید و احتمالا روی حساب‌های دمو هم شما بتونید ازش بهره ببرید از این ربات‌ها که قبل از اینکه سرمایه خودتون رو سرمایه واقعی رو دست این ربات‌ها بذارید ببینید که چطور عمل میکنن. و بریم سراغ خود حالا تریدر خودکار بروکر آلپاری. و شما میتونید استفاده کنید و بعد حالا اجازه دسترسی و اینها رو بدید توی پلتفرم های MT4 و MT5 و حالا نصبشون میکنید و اجرا میکنید ربات های تریدر رو. و خود آلپاری VPS هم به شما ارائه میده که به شما اجازه میده حالا این رباتاتون 24 ساعته بدون وقفه کار کنن و لزومی هم نباشه تا کامپیوتر خودتون 24 ساعته روشن باشه. و دیگه اینکه میتونید خودتون ربات رو توسعه بدید، میتونید با یه برنامه نویسی صحبت کنید که این ربات رو به نوعی براتون توسعه بده. و بریم حالا سراغ یه مقدار دردسرها و چالش‌هاش، چون که تو اینجا درباره مزایاش صحبت کردیم. و یکی از مهمترین چالش‌ها که گفتیم ربات کاملا جدایی از شما عمل نمی‌کنه و نیاز قطعا به نظارت داره و اینکه بازار هم دائما در حال تغییره. یعنی یک استراتژی که یه سال پیش جواب میداد شاید امروز جواب نده و ربات هم شما نمیتونید یک بار برنامه نویسیش کنید با یک استراتژی و بخواید تا آخر عمر ازش بهره ببرید، نه باید
دائما آپدیت بشه و این شکلی نیستش که شما دیگه هیچ کاری نمیکنید و صرفا این ربات ترید میکنه پول میاد به حساب شما. نه، از این خبرها نیستش. و کیفیت این ربات هم بسیار متفاوته که حالا یه سریش آماده به فروش میرسن، یه سریش شما میتونید با یک برنامه‌نویس صحبت کنید و بگید که حالا میخواید با این استراتژی مد نظر خودتون اون ربات بیاد و یه کاری انجام بده. و اینکه ربات هم توسط انسان برنامه‌نویسی میشن، ممکنه یه سری باگ‌ها، یه سری نقص‌هایی داشته باشن. بریم حالا سراغ بخش معامله گامبرگون با این ربات‌ها. برای شروع معامله خودکار چند مرحله کلیدی وجود داره که باید طی بشه. اولش خب بروکر مناسب هستش که از این معاملات خودکار پشتیبانی کنه که حالا ما آلپاریو گفتیم و انجام میده این موضوع رو. و پلتفرمی که حالا شما میتونید با اون بروکر روش معاملاتی انجام بدید مثل MT4 MT5 که برای آلپاری مناسب هستن و میتونید معاملات خودکار رو برای روی این پلتفرم ها هم انجام بدید. و تهیه ربات معامله‌گر هستش، یکی اینکه حالا میتونید یک ربات آماده رو از بازار خریداری کنید که معمولا پیشنهاد نمیشه، یعنی اگر جواب بیاد احتمالاً یا اون قیمتی که اکثر افراد بتونن بهش دسترسی پیدا کنن نیست، یا همین که به راحتی یک سری افراد دسترسی پیدا کنن مثلا تریدر به نوعی شخصی نداشتیم، همه ازش استفاده میکردن دیگه و بعیده به این راحتی ها و چشم بسته بخوایم اعتماد کنیم، خیلی عاقلانه نیست. و اگر هم دانش برنامه نویسی دارید خودتون که هیچی میتونید بنویسید، اگر هم ندارید میتونید از یه برنامه نویس درخواست کنید که بیاد و بر اساس استراتژی هاتون بنویسه واسهتون و بسازه این ربات رو. و اینکه بعد از اینکه حالا ربات رو تهیه کردید، روی پلتفرمتون نصب کردید، تنظیماتشون رو پیکربندی کردید، بعد از اینکه حالا همه اینها انجام شد و فعال شد، بازم باید عملکردش رو روش نظارت داشته باشید، تغییرات رو انجام بدید و بدونید که آقا بازار تغییر میکنه. و نکته بعد این که خب چیزی نیستش که ترید خودکار چطور بگم، یه جور نیستش که تمامی تریدرها در سالیان خیلی زیادی باشه دارن ازش استفاده میکنن و در نزد عموم مردم چیز جدیدیه و خب قاعدتا باید هم یه مقدار با احتیاط باهاش برخورد کرد و دید که آقا به درد میخوره نمیخوره. حتما بک تستینگ انجام بدید، اگر امکانش رو دارید روی حساب دمو انجام بدید. و نکته بعدی این که مطمئن باشید، مطمئن بشید یعنی که اون رباتی که دارید توانایی اینو داره که از همپوشانی چند تا استراتژی استفاده کنه و بعد عمل کنه. یعنی اگر که قرار باشه یک استراتژی جواب بده که خیلی کار پیچیده ای نیست، احتمالا هر کسی میتونه به سود برسه. و اینکه استراتژی ها چندگانه رو بتونه پیاده سازی کنه، یعنی زمانی که مثلا همزمان یک تقاطعی داشتیم و همزمان هم به یک سطح حمایتی نزدیک شد و برخورد کرد، اون موقع بیاد و به نوعی این ترید رو انجام بده. و خب این بود مباحثی که مطرح کردیم. دیگه اینکه همونطور که اول ویدیو گفتم شما میتونید مقاله‌ای که این ویدیو بر اساس اون ساخته شده که تو وبسایت alpariforex.com هستش رو ببینید توی دیسکریپشن این ویدیو. و یه بار دیگه هم بخوایم خلاصه کنیم، گفتیم که معاملات خودکار دقیقا چی هستن، چرا باید با احتیاط باشون برخورد کرد و اینکه موضوع جدیدی هستن، نزد اکثر تریدرها شناخته شده نیست یا استفاده شده نیستش. و دیگه اینکه چرا میتونیم به ربات‌ها اطمینان کنیم که مزایایی نسبت به ترید دستی و ترید انسانی دارن. و درباره ترید خودکار با بروکر آلپاری گفتیم که امکان پذیر هستش و چالش و دردسرهاش رو گفتیم که اصلی ترینش به نظر خود من این هستش که نمیشه فعلا یا خیلی ربات‌های در دسترسی وجود ندارن که بتونن پیچیدگی ها رو درک کنن و بر اون اساس بشه روی ترید بهشون اعتماد کرد. و
قدم به قدم تا اولین معامله خودکار رو گفتیم که چطور میتونید ربات رو تهیه کنید، روی پلتفرم معاملاتیتون نصب کنید و این موارد. و ممنون که ویدیو رو تماشا کردید و خدا نگهدار.